با عرض سلام و درود خدمت دوستان عزیز. طلسم امروز ما طلسم سیاهی و جدایی فوری یا سنگینی که بین دو نفر این طلسم انجام می شود. دوستان ازتون خواهش میکنم این طلسم فقط بابت شخصی که مضر هست، شخصی که ظالم هست، این طلسم رو به کار ببرید بابت ایشون، چون طلسم بسیار بسیار قوی هست، مجرب هست و این طلسم بعد از اعمال طلسم، دوستان توجه داشته باشید، بعد از اعمال این طلسم در حد چند ساعت موکل طلسم قدرت و قوت خود طلسم رو بهتون نشون میده و تعجب از اون طلسم میبرید. دوستان عزیز خواهش میکنم کسانی که موکل ندارن به این عزیمت یا به این طلسم دست نزنند. چرا؟ چون طلسم همطور که گفتم بسیار قوی و سنگین است. سنگینی به معنی قدرت خود طلسم که سر اون شخص یا سر همون ظالم میفته و اونو از همه جا قطع میکنه و دست و پای اون شخص رو میبنده و سنگینی بسیار روش میندازه که واقعا حق و فقط به ظالم بدید این طلسم. کسی که فقط ظالم باشه و حقشه این طلسم براش انجام بدید و بدید به شخصی که موکل داشته باشد. دوستانی که اگر میخوان با بنده تماس داشته باشن میتونن از طریق واتساپ به شماره 090 230 90 766 با بنده در ارتباط باشند. دوستان ماندگار این طلسم 99 ساله می باشد و تو هیچ سرکتابی دیده نمی شود، چون طلسم یهودی هست، طلسم شرطی تضمینی هست و بسیار فوری نتیجه این طلسم همینطور که عرض کردم بعد از اعمال طلسم زود نتیجه شو می بینید. خب دوستان برای نوشتن این طلسم میتونید از بخورات لبان ذکر، جرجیس، ناریز، سرخ و حنحیط استفاده بکنید. موقعی که نوشتن این طلسم، دوستان این نقطه توجه داشته باشید، اشخاصی که این طلسم میخوان بنویسن و از این بخوراتی که گفتم، بخورات لبان ذکر، حنحیط، ناریز، سرخ و جرجیس استفاده بکنن، منقلی که میذارید و اون بخورات میذارید رو اون منقل و عزیمتو داره که الان مینویسم براتون، میخونم براتون، میخونه سر اون منقل، از اون منقل فاصله بگیرید. همطور که گفتم طلسم قدرتمند هست و خیلی سنگین هست. ممکنه در عکس بخورات اون طلسم شرارت یا حرارتی به شما وارد بشه از خود منقل، به خاطر موکلین که سر این طلسم نوشته میشه و چون موکلین بسیار بسیار قوی هست. خب دوستان میتونید این طلسم سر راه اون شخص دفن بکنید، اون شخصی که ظالم هست، و میتونید اون طلسم رو زیر پای خود فشار بدید و تو اون جایی که اون اشخاص ظالم کار میکنن دور بزنید، تو همون جایی که کار میکنن زیارت بکنید طلسم، تو همون اتاق، تو همون شرکت، تو همون جایی که کار میکند برید بیرون. یعنی در حد ربع ساعت الی نیم ساعت اگر همون جا زیارتش بکنید و بیاد بیرون، گفتم بعد از چند ساعت این طلسم خودش نشون میده، چون طلسم بسیار قوی هست و واقعا طلسم سنگین هست. من جلو این طلسم رو نوشتم براتون چون میدونم زمان میبره و کلیپمون طولانی میشه. دوستان این طلسم سر دو تا کفن نوشته میشود، کفن مرده، دو تا قطعه از کفن مرده میارید و این طلسم رو روش نقش میکنید. همینطور که گفتم میتونید اون زیارت بکنید و یکی دیگه هم میتونید سر مسیر اون شخص ظالم دفن بکنید. خب دوستان اسامی موکلین می نویسم براتون اینجا. وهي هذه الأسماء المباركة. تقول شلهش، تقطقيش، أغروشيط، فرطخشرش،
زلغطش، كشريط، کشروش. خب دوستان، بابت نوشتن این تلس حداقل من از 35 موکل استفاده میکنم، ولی به خاطر اینکه جلوی ویدیو دارم این کار انجام میدم با 7-8 تا موکل استفاده میکنم بابت انجام این کار. دوستان اسامی موکلین نوشته شده اینجا، فقط مونده عزیمتی که داره اینجا میبایستی با هم زمزمه بکنیم و بخونم براتون. خب اینجا هم میخونم براتون. توکلو بجلب اون 2 تا شخص ظالم که میخواهید اسمشون اینجا مینویسید، کدا و کدا. اگر مذکر باشه اسم مذکر با مذکر، اگر باشه اسمش و اسم مادرش اینجا مینویسید. الا اون شخص ظالم دوم فلانی ابن فلانی. دوستان این تلس هم بابت مذکر و هم بابت مؤنث به کار استفاده می شود. خب اینجا هم قسم داره که می بایستی قسم رو بخونیم. اقسمت علیک یا شملخ. دوستان ابر موکلین هستن که اسمشون دارم میارم براتون. یا شملخ بحق. بحق قرقوش. عن تأمر عونك، یعنی خدام به یا وزیران که زیر دست این ابر موکل هست آقای شملخ. عونك به قضاء حاجتی که اسم اون 2 تا شخص ظالم رو میارید که با هم درگیری و دعوا و کسولت و خصومت و سیاهی بینشون بیفته. و اوصی که یا اخی. دوستان این نقطه رو توجه داشته باشید. اوصی که یا اخی لا تقوم. نگاه کن چقدر تلس و قوی هست. الا و حاجتک مقضیه. صاحب تلس این میگه که اون شخصی که این تلس می نویسه و درخواست از این موکلین و ابر موکلین میخواد چنین توصیف میکنه که میگه بعد از اعمال تلس و اوصیک یا اخی لا تقوم الا حاجتک مقضیه، یعنی حتما حاجت شما انجام میشود. همینطور که گفتم تلسم بسیار قوی و قدرتمند هست. دوستان تلسم ما به پایان رسید. تا کلیپ های بعدی منتظر بنده باشید.